اگه فکر میکنی دیوار بزرگ چین شگفت‌انگیزه، صبر کن تا ببینی این کشور داره با صنعت ساخت و سازش چه طوفانی به پا میکنه. چین فقط یک کشور نیست، یک کارگاه عظیمه که داره آینده دنیا رو میسازه. از پل‌های غول‌پیکر تا پروژه هایی که عقل از سرت میبرن. حالا خیلی سریع با هم دیگه بریم یه سری به چند تا از این پروژه های خفن چین بزنیم که دنیا رو حسابی بهت زده کردن. شماره 7. پل شیشه‌ای ژانگ جیاجیه. تصور کن که روی یه پل شیشه‌ای شفاف 300 متر بالاتر از زمین ایستادی و دورت رو حدود 8000 نفر دیگه گرفتن که اومدن تا مناظر نفسگیر اطراف رو تماشا کنن. اگه از ارتفاع میترسی، شاید بهتر باشه این تجربه رو از دست بدی. این پل آسمونی که حالا به یه جاذبه توریستی تبدیل شده، در زمان افتتاحش در 20 آگوست 2016 بلندترین و طولانی ترین پل شیشه‌ای کف شیشه‌ای دنیا بود. از نظر ابعاد این پل 430 متر طول و 6 متر هم عرض داره. طراحی این پل که 2 صخره کوهستانی در پارک ملی جنگلی ژانگ جیاجیه رو به هم وصل میکنه، توسط معمار اسرائیلی هایم دوتان انجام شده. برای ساخت این شاهکار 4 ستون نگهدارنده روی لبه‌های دره ساخته شدن. بدنه پل از بیش از 120 پنل شیشه‌ای تشکیل شده که درون یک قاب فلزی و در 3 لایه قرار گرفتن. این شیشه ها معمولی نیستن، بلکه شیشه های سکوریت با ضخامت 5.1 سانتی مترن که تحمل وزن انسان رو دارن و به راحتی نمیشکنن. جالبترین بخش این پل علاوه بر منظره خیره کنندش، امکان انجام بلندترین پرش بانجی جامپ دنیا با ارتفاع 285 متره. این پل واقعاً یه تجربه هیجان انگیز و منحصر به فرده. شماره 6. پل هنگ کنگ ژوهای ماکائو. چینی‌ها بازم خودشون رو شکست دادن با ساخت این پل 55 کیلومتری. این پل تونل که از 4 جزیره مصنوعی، یه تونل زیرآبی و یه سری پل‌های کابلی تشکیل شده، طولانی ترین پل دریایی دنیاست. این پل نه تنها 3 منطقه مهم یعنی هنگ کنگ، ژوهای و ماکائو رو به هم وصل میکنه، بلکه یه شاهکار مهندسیه که مقاومت در برابر بادها و جریان‌های قوی دریا رو هم تحمل میکنه. ساخت این پل حدود 9 سال طول کشید و هزینه‌اش به 20 میلیارد دلار رسید. اما نتیجهش یه سازه خارق‌العاده است که دنیا رو بهت زده کرده. این پل نه تنها دنیا رو شوکه کرد، بلکه رکوردهای جهانی رو هم شکست. این پل به عنوان طولانی ترین گذرگاه ثابت روی آب و طولانی ترین گذرگاه دریایی شناخته میشه، چون هنگ کنگ، ماکائو و ژوهای رو به هم وصل میکنه. حالا سوال اینه که چینی‌ها چقدر برای این پل هزینه کردن؟ رقم شگفت‌آور 18.8 میلیارد دلار. اما اگه بهش نگاه کنی میبینی که کاملا ارزشش رو داره، چون پیش بینی میشه این پل تا 120 سال دوام بیاره. برج‌های منحصر به فرد این پل که شبیه بادبان‌های کشتی‌اند، با ظرافت تمام طراحی شدن. از نظر زیبایی شناسی، جزایر مصنوعی این پل فقط توده‌های شن ریخته شده در دریا نیستن، بلکه با دقت برنامه ریزی شدن تا به عنوان تقاطع‌های ترافیکی عمل کنن. به علاوه تونل 33 بخشی بتونی که به عنوان یک بزرگراه زیرآبی عمل میکنه، زمان سفر رو از چند ساعت به کمتر از 40 دقیقه با ماشین کاهش میده. شماره 5. بیمارستان هوشان. این بیمارستان یه پروژه دیگه است که دنیا رو شگفت زده کرده. بیمارستان هوشان در ووهان فقط در 10 روز ساخته شد. این بیمارستان با 1000 تخت برای مقابله با شیوع کرونا در سال 2020 طراحی شد. استفاده از روش‌های پیش ساخته و هماهنگی بین هزاران کارگر باعث شد این پروژه در زمان بی سابقه‌ای تکمیل بشه. این بیمارستان نه تنها یک شاهکار مهندسیه، بلکه نمادی از سرعت و کارایی چین در شرایط بحرانیه. این بیمارستان باور نکردنی فقط در 10 روز ساخته شد، در حالی که بعضی پروژه‌ها برای نمایش قدرت و زیبایی‌اند، بیشترشون برای حل مشکلات ساخته میشن. بیمارستان هوشان در ووهان زمانی ساخته شد که دنیا با یه اپیدمی سریع الجریان و کمبود منابع پزشکی مواجه بود.
ووهان هم در شروع همهگیری کووید 19 در شرایط مشابهی قرار داشت و برای اسکان و درمان بیمارا نیاز فوری به یک مرکز پزشکی تخصصی احساس می‌شد. این بیمارستان به طور هوشمندانه‌ای روی یک سایت لوجستیکی از قبل موجود ساخته شد، به جای اینکه از صفر شروع بشه. این تصمیم باعث جلوگیری از تأخیرهای ناشی از خرید زمین و پیریزی شد. بعدش بلوک‌های از پیش ساخته شده، پنل‌های دیواری، اتاق‌های بیمارستانی مدولار و سیستم‌های لوله‌کشی به سایت منتقل و با استفاده از فناوری‌های منحصر به فرد نصب شدند. اما در تمام این مراحل بیمارستان هوشان فقط به سرعت بسنده نکرد، بلکه نیاز به ایزوله سازی دقیق رو هم در اولویت قرار داد. استفاده از اتاق‌های با فشار منفی باعث شد ویروس در بیمارستان پخش نشه. شماره 4، تونل هومالینگ. چینی‌ها نسل هاست که رؤیای تبدیل گودال‌های طبیعی به مسیرهای حمل و نقل رو در سر دارن. با ساخت تونل هومالینگ به دنیا نشون دادن که چطور میشه بر چالش‌های ساخت زیرساخت‌های حمل و نقل غلبه کرد. این تونل عظیم در جایی ساخته شده که شهرستان ویوان در دینگی و شهرستان یونگ در لانژو به هم میرسن. با طول کلی 13.61 کیلومتر، این تونل از میان 10 منطقه گسلی بزرگ عبور میکنه. اگرچه ساخت این تونل 6 سال طول کشید، اما حالا قطارها میتونن آخرین 173 متر این تونل رو در کمتر از 5 ثانیه طی کنن. خیلی شگفت انگیزه، مگه نه؟ اما این پروژه با چالش‌های زیادی مواجه بود. حتی بسیاری از کارشناسای بین المللی شک داشتند که این پروژه به پایان برسه، چون با هر متر پیشرفت در ساخت تونل خطر ریزش زمین وجود داشت. خوشبختانه با استفاده از تمام تخصص‌های موجود، تونل هومالینگ در 19 ژوئن 2017 با موفقیت به پایان رسید و راه رو برای افتتاح خط ریلی لانژو چونگ کینگ هموار کرد. شماره 3، سد بایهتان. سد بایهتان یک پروژه است که دیدگاه دنیا رو نسبت به انرژی‌های تجدید پذیر تغییر داده. این سد با ارتفاع 289 متر یک سد بزرگ برقابیه که روی رودخونه جینشا ساخته شده. این سد قوسی دوگانه به عنوان آخرین پروژه بزرگ برقابی چین شناخته میشه و ظرفیت نصب شدهش به 16,000 مگاوات میرسه. این نیروگاه یه غوله که میتونه سالانه حدود 62 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کنه. اما داستان مهندسی پشت این سد هم خیلی جالبه. این سد با 16 توربین برقابی عظیم، هر کدوم با ظرفیت 1000 مگاوات، بزرگترین توربین‌های ساخته شده در دنیا رو داره. این روش نه تنها هزینه‌های نصب و نگهداری رو کاهش داده، بلکه کارایی بهتری هم داره. ارتفاع 289 متری این سد قوسی که به اندازه یک ساختمون 100 طبقه است، به مقاومت در برابر نیروی 16.5 میلیون تنی آب کمک میکنه. این پروژه نه تنها برق تولید میکنه، بلکه به بهبود کشتیرانی، کنترل رسوبات و جلوگیری از سیلاب‌ها هم کمک میکنه. شماره 2، پل سان یوان. تصور کن یه پل که مثل یه سنجاقک غولاسا روی یه رودخونه کشیده شده و با ابهت بالای شهر ایستاده، درست وسط یه بزرگراه شلوغ که شب و روز ماشین‌ها توش در رفت و آمدن. شاید به نظر خطرناک بیاد، ولی این پل یکی از خیره کننده ترین سازه های چینه. پل سان یوان یه پل بزرگ روی بخش شمال شرقی حلقه سوم جاده های پکنه که 3 مسیر اصلی رو به هم وصل میکنه. اما چی باعث شده این پل اینقدر خاص بشه؟ این پل فقط یه شاهکار مهندسی نیست، بلکه یه اثر هنری و نماد سرعته. این پل توی سال 1984 افتتاح شد، اما توی سال 2015 چینی‌ها تصمیم گرفتن بخشی از پل که نشست کرده بود رو تعویض کنن. با اینکه برنامه ریزی برای ساخت این پل سالها طول کشیده بود، اما برای تعویض بخشای مشکل دار فقط 43 ساعت از نیمه شب 13 نوامبر وقت صرف شد. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، این پل الان تقریباً 2 کیلومتر طول داره
و بیش از 300 فوت بالاتر از رودخونه زیرش قرار گرفته. وزن عظیم این پل توسط ستونهای بتونی غول‌پیکر و کابل‌های فولادی تحمل میشه و به یه شگفتی مهندسی مدرن تبدیل شده. شماره 1. سد سه دره. سد سه دره یه شاهکار مهندسی دیگه است که توسط چینی‌ها ساخته شده. این سد یه سد گرانشی برقابیه که در پایین دست سه دره روی رودخونه یانگتسه در منطقه ییلینگ شهر ییچانگ در استان هوبی قرار داره. با ظرفیت نصب شده 22500 مگاوات، سد سه دره بزرگترین نیروگاه برقابی دنیاست. میزان تولید برق این سد به مقدار بارش در حوزه آبریز رودخونه بستگی داره. این سد نه تنها برق تولید میکنه بلکه به کنترل سیلاب‌ها، بهبود کشتیرانی و حتی جذب گردشگر هم کمک میکنه. ساخت این سد با چالش‌های زیادی همراه بود، از جمله جابجایی بیش از 1.3 میلیون نفر و زیر آب رفتن مناطق تاریخی و طبیعی، اما در نهایت این پروژه به یه نماد از قدرت مهندسی و اراده چین تبدیل شد. این سد ممکنه به طور متوسط سالانه بیشتر از 95 تا 120 تراوات ساعت برق تولید کنه. این مقدار برق میتونه نیاز 2 کشور رو تأمین کنه. اما چطوری این کار رو انجام میده؟ خب، هر کدوم از این توربین‌های اصلی این سد ظرفیت 700 مگاوات دارن و اگر این عدد رو در 32 توربین ضرب کنی به یه ظرفیت دیوانه کننده میرسی. بدنه سد در سال 2006 تکمیل شد، اما نیروگاه تا سال 2012 به طور کامل راه اندازی نشد. اما امروزه این سد نه تنها برق تولید میکنه بلکه فضای ذخیره سازی برای کنترل سیلاب ها رو هم فراهم میکنه و به طور چشمگیری خطر سیلاب های پایین دست رو کاهش داده، مشکلی که قبلا در این منطقه خیلی رایج بود. خب، اینا فقط چند نمونه از پروژه های عظیم چین بودن که دنیا رو شوکه کردن. اینا فقط نوک کوه یخن، چون چین به طور بیوقفه در حال ساخت پروژه های جدید و شکستن رکورد هاست. تأثیر این تلاش ها رو میشه در رشد اقتصادی چین و شناخت جهانی از استعدادهای این کشور دید. اما دلیل اصلی این که چین میتونه پروژه های مهندسی بزرگ رو شروع کنه و به پایان برسونه، تواناییش در متمرکز کردن تمام منابعش روی مشکلات مهمه. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودین. اگر از این ویدیو لذت بردین، خوشحال میشیم ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو هم روشن کنین تا ویدیوی جذاب بعدی ما رو از دست ندین. فعلاً بدرود.